الباب الثالث عشر، باب 13 فی صلاة استسقا، باب در بیان نماز استسقا، شناسایی بر نماز استسقا. نماز استسقا نماز درخواست باران است که عبارت از یک چند مسئله های است. المسئله الاولى، مسئله اول در بیان استسقا، تعریفها و حکمها و دلیل ذلك. اولا تعریف نماز استسقا و حکم آن و دلیل آن. تعریف نماز استسقا، استسقا معنیش درخواستی آبیاری از جانب الله متعال است در وقت احتیاج بندگان که بر آن نیاز دارند، به صفت مخصوصی که زمین خشک می شود و باران کم می شود، قحطی به پیش می آید. در این حالت است که نماز استسقا خوانده می شود، زیرا تنها الله سبحانه و تعالی است که باران را می فرستد و زمین را آبیاری کرده نرم می گرداند. پس حکم این نماز استسقا سنت مؤکده است، با دلیل فرموده عبدالله ابن زید که فرمودند خرج رسول صلی الله علیه و سلم، برآمد رسول صلی الله علیه و سلم یستسقی فتوجه الی قبله، اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم برای استسقا برآمد، به سوی قبله روی آورد، یدعو و حول رداءه، دعا میکرد و ردایش را گردانید، چپه کرد، یعنی ردایش را چپه نپوشید، و صلی رکعتین، و 2 رکعت نماز خواند، جهر فیهما، که در این 2 رکعت نماز تلاوت را بلند خواند، تلاوت را بلند کرده خواند. روایت بخاری تحت رقم 1011 و مسلم تحت رقم 894. المسأله الثانیه، مسئله دوم، سببها، مسئله دوم سبب‌های نماز استسقا. پس سبب آن خشکسالی و نآمدن یا نبودن باران است، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز برای همین نماز استسقا می‌خواندند. المسأله الثالثه، مسئله سوم، وقتها و کیفیتها، وقت نماز استسقا و کیفیت آن. وقت و طرز نماز استسقا مثل نماز عید است، با دلیل سخنان ابن عباس رضی الله عنهما گفتند صلی النبی صلی الله علیه و سلم رکعتین کما یصلی فی عیدین، اینکه پیامبر الله صلی الله علیه و سلم نماز استسقا را همچنان یک نماز عید را می‌خواندند، انا همین گونه نماز استسقا را ادا می‌کردند. روایت نسائی تحت رقم 1521 و ترمذی 558. حدیث را البانی حسن گفتند، خوب گفتند. بنابراین مستحب است که این نماز در مصلی، جای کشاد در صحرا خوانده شود، مثل نماز عید 2 رکعت خوانده می شود با قرائت بلند پیش از خطبه، این چنین با شماره تکبیرها و سراهایی که در نماز عید خوانده می شود مثل همون خوانده می شود، مثل نماز عید خوانده می شود. همچنین ممکن است که بر هر شکل استسقا کرد، یکی طلب باران کرد، مثلا شخص در سجده اش درخواست باران میکند، یا امام در خطبه جمعه درخواست باران میکند، دستی بر دعا میبردارند و دعا میکنند از پروردگار طلب مینمایند. چگونه که در روایت بخاری تحت رقم 933 و مسلم تحت رقم 897 ذکر شده است، فقد استسقى النبی صلی الله علیه و سلم، این چون که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم نیز در خطبه جمعه برای استسقا دعا کردند، علی منبر یوم الجمعه، در بالای منبر روز جمعه طلب استسقا، طلب باران کردند. المساله الرابعه وقتها و الخروج الیها، مسئله چهارم، برآمدن به سوی نماز استسقا، برآمدن به سوی نماز استسقا. وقتی که امام میخواهد برای نماز استسقا برآید، مردم را موعظه میکند، مردم را پند و نصیحت میدهد، آنها را به سوی توبه کردن فرا میخواند و همچنین تأکید مینماید که از ظلم و ستم و خوردن مال مردم و حقوق پایمال نکردن مال مردم تأکید مینماید و ترک نمودن کینه و دشمنی، زیرا این چیزها سبب منع یا که مانع شدن نعمت پروردگار بر بندگانش میگردد. گناهان سبب خشکسالی و قحطی و از بین رفتن نعمت الله بر بندگانش میگردد. اما تقوا باشد، پرهیزگاری و تقوا سبب برکت در خاندان انسان قرار میگیرد. الله سبحانه و تعالی میفرماید در سوره اعراف آیه 96: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، و اگر اهل دهات، اهل شهرها ایمان بیاورند
و تقوا و پرهیزگاری را پیشه نمایند لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، البته که ما برای آنها برکت ها را، نعمت ها را از آسمان ها و زمین برایشان میکشویم. ولیکن کذبوا، ولیکن آنها ظالمانه تکذیب کردند و دروغ شماریدند. فاخذناهم بما كانوا یکسبون، و ما آنها را به خاطر آن دروغگوییشان و فریب و نیرنگ حیله اشان سخت گرفتاری عذاب کردیم. و همچنین باید برای نماز استسقا خود را تازه کنیم، اما عطر را استفاده نکنیم و لباس زیبا نپوشیم، زیرا که این روز خاکساری و اطاعت و خواری در پیش پروردگار است. با تواضع، با خواری و زاری به نمازگاه میبریم، با دل ترس و خاکساری. با گفته ابن عباس رضی الله عنهما گفتند حتی خرج نبی صلی الله علیه و سلم، حتی اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم برآمدند به سوی نمازگزار لاستسقاء متذللا، برای استسقا برآمدن با خاکساری، با فروتنی و تواضع، متواضعا متخشعا متضرعا، با ترس و زاری و التجا به سوی نماز برآمدن. روایت ترمذی تحت رقم 458 و ابن ماجه تحت رقم 1266 این حدیث را حسن گفتند. المسألة الخامسة، مسئله پنجم، الخطبة فیها، خطبه در نماز استسقا. چگونه خطبه خوانده می شود؟ سنت است که امام بعد از نماز استسقا یک خطبه بخواند، یک خطبه کند، خطبه جامع که فراگیرنده باشد در هر موضوع. در آن مردم را به سوی توبه و بسیار صدقه دادن و بازگشت حقیقی به سوی پروردگار و ترک گناه و معصیت نصیحت کند. و در خطبه خوب است که بسیار استغفار نماید و آیات هایی که به استغفار امر میکند تلاوت نماید و دعاهای زیادی برای باران هم بخواند، مثل اللهم اغیثنا، پروردگارا ما را سیراب گردان. روایت بخاری تحت رقم 1014 و مسلم تحت رقم 897. و نیز بگوید اللهم اسقنا غیثا مغیثا، پروردگارا برای ما یک باران نیکویی بفرست که خوش بگردد، برای ما خوشحال بسازیم. عاجلا غیر آجل، باران زود نه با تأخیر. نافعا غیر الضار، باران منفعت بخش باشد، باران ضرر آور نباشد. روایت ابو داود تحت رقم 1169 و شیخ البانی این حدیث را در تحت رقم 1507 صحیح دانستند. بارک الله فیکم. و همچنین بگوید اللهم انت لا اله الا انت، پروردگارا معبود بر حق جز تو نیست. انت غنی، پروردگارا تو غنی هستی. و نحن فقرا، پروردگار ما فقیران هستیم. انزل علینا غیث، پروردگار باران رحمت رو بر ما بریزان. واجعل ما انزلت لنا قوة و بلاغا الی حین، پروردگار آنچه که تو بر ما نازل میکنی برای ما قوت بده، قوت بخش و بر ما این را نیکو بگردان و برسان. روایت ابی داود تحت رقم 1173. و دعاهای مانند این را در این نماز استسقا انجام بدهد و هنگام دعا کردن دستها را بلند کند، دستها را بردارد، زیرا پیامبر الله صلی الله علیه و سلم همین طور میکردند. حتی تا آن درجه، تا آنجای دستان خود رو می‌برداشتند که سفیدی زیر بغل پیامبر صلی الله علیه و سلم نمایان میشد و مردم نیز دستهای خود رو بلند میکردند. چون وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در خطبه جمعه برای باران دستهای خود رو بلند کردند، مردم نیز دستهای خود رو بلند کردند و از پروردگار طلب باران کردند. و همچنین در خطبه بسیار صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و سلم بفرستند، زیرا این یکی از سبب‌های اجابت قبول دعا است. بارك الله فيكم. المسألة السادسة، السنن التي ينبغي فعلها فيها. مسئله ششم، سنت هایی که در نماز استسقا باید انجام داده شود. اولا بسیار دعا کردن، دعاهای معروفی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده هستند درباره استسقا. و در آخر دعا رو به قبله گرداند و ردایش را، یکی جامعش را، لباسش را تاب دهد، چپانه گرداند، قسم راست آن را چپ نماید، قسم چپ آن را راست کند. این چنین هر چیزی که مانند ردا باشد، مثل عبا، لباسی که از بالای پوشیده می شود و مانند اینها، چون میفرماید و لقد ثبت ان النبی صلی الله علیه و سلم حول الی الناس ظهره، چون ثابت شده است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم
با مردم پشت گردانیدند، رو به قبله نمودند و دعا کردند و سپس ردایش را گردانیدند. گفته شده است که حکمت گردانیدن ردا این است که توکل به پروردگار به تغییر دادن حالت به سوی بهبودی نشان بدهد. و از سنت است که برای نماز استسقا تمام مسلمان ها برآیند، همه برآید، حتی زنان و کودکان هم. و از سنت است که برای نماز استسقا به خاکساری با تواضع، با خواری و زاری و التجا برآیند. چگونه که بیان کردیم لقد خرج نبی صلی الله علیه و آله، درسته که پیامبر صلی الله علیه و آله برآمدند از برای نماز استسقا استسقای متذللا، با خاکساری، متواضعا با تواضع، متخشعا با ترس و زاری و متضرعا با التجا برای استسقا برآمدند. و از سنت است که وقتی باران میبارد شخص در اولین قطره های آن ایستد تا باران به او رسد و بگوید اللهم صیبا نافعا، یعنی یا الله باران فایده آور بفرست. این دعا را نماید. صیبا طیبا یعنی باران سیل، باران سخت شدتناک اما منفعت بخش باشد، فایده آور، باران خوب بارد. یعنی همچنین میگوید که مطرنا بفضل الله و رحمته، باید بگویی که با فضل و رحمت الله سبحانه و تعالی ما آب نازل شد، باران بر ما باریده شد، سیراب شدیم. اما اگر باران زیاد شود و ترس بر ضرر رساندن باشد، سنت است که بگوید اللهم حوالینا ولا علینا، یعنی ای الله باران را در گرد و اطراف ما بفرست. اللهم علی الضراب والاکام و بطون الاودیه و منابت الشجر، پروردگار باران نه بر سر ما، ای الله بر کوهها، بر تپه ها، باطن های وادی ها و جای هایی که گیاه ها میرویند در صحرا در آنجا بفرست. این آخران جایی که قرار گرفتیم چون که در احادیث ذکر شده است اللهم حوالینا ولا علینا، ای پروردگار باران را در گرد اطراف ما ببار نه بر بالای سر ما. اللهم على الضراب والآکام و بطون الادویه والمنابت الشجر، ای الله بر کوها باران ببار، بر تپه ها باران ببار و باطن های وادی ها و همچنین جای های رویدن گیاه ها، در آن جای ها باران ببار. هنگامی که اگر باران سیر شود و دیگر ضرر آور شود، این دعا را انسان در حال انجام میدهد تا اینکه ضرر بر مردم نرسد. بارک الله فیکم.